مرکز مطبوعات حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که روز 4 نوامبر سال 2022 در یک جلسه غیر نوبتی در مقامات اجرایی حکومت دولتی این ولایت مختار واقع در شرق تاجیکستان یک سلسله تغییرات کادری صورت گرفته است. عطابکوف شریف از وظیفه یاردمچی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد و به منصب معاون سردار ریاست رشد اقتصاد و سودای ولایت تعیین شده است. گلمحمد گلمحمدوف به وظیفه مدیر شعبه تشکیل دستگاه رئیس ولایت، مومنشوی و خرما به منصب سرمتخصص شعبه کار با زنان و اویله ولایت مختار کوهستان بدخشان، سید بهرامشاه و بیگم به وظیفه مدیر بخش مراجعت و قبول شهروندان دستگاه رئیس ولایت، امیرشاه کشور به منصب سرمتخصص بخش اطلاعاتی تعلیلی دستگاه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، کبیر و نور نسا به منصب متخصص ریاست سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، نصرالله و گلنما به وظیفه سرمتخصص شعبه معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، محمد ناصر از وظیفه مدیر بخش مراجعت و قبول شهروندان آزاد و به منصب دیرکتور کارخانه واحد دولتی مرکز جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان و احمدشاه ارتور به وظیفه متخصص پیشور ریاست سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردیدند. در خبر گفته می شود که رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابرده کادرهای نفتعین را با منصب‌های نو خدمتی تبریک نموده از آنها مسئولیت بلند را در اجرای وظیفه‌های خدمتی طلب کرد. گنرال میرزا نبات همچنین ذکر کرده است که با هدایت پرزیدنت امام علی رحمان ولایت مختار کوهستان بدخشان به مرحله نوی رشد وارد گردیده و ما را ضرور است که در جاده سازندگی و بنیادکاری از هر وقت دیده بیشتر تلاش نماییم. علیشیر میرزا نبات افسر سابق خشونت‌های مرزبانی و کمیته دولتی امنیت ملی ماه نوامبر سال 2021 به جای یادگار فیضوف که بین مردم از محبوبیت زیادی برخوردار بود رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد.